اگه کسی آبو تو برعکمون لیوان میخوره. هدفون خریدم 5 سال پیش آجی دورشون چند طرف نگرده آیفون افتاده بغل. چه حسی هم میگیره اشتباه بود. سلام و درود، من استراکن هستم و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو چنلمون. آجی پشمام استرس دارم سگی. تو این ویدیو قراره که ما هرچی خزوخیل اینستاگرامی از جمله فاتی استار، زنایی که انقدر گونه دارن، کسایی که یه کارایی میکنن که پشماتون میریزه، قراره با اینا مواجه بشیم، قراره اینا رو از فضای مجازی نابود کنیم. پس همین الان لایک و کامنت و ساب یادت نره. بریم سراغ ویدیو. از اونجایی که بنده اولین تجربه ویدیو سازیمه و اصلا آشناییت ندارم، هدفون یادم رفته بزنم شارژ و کارو با هندزفری ما در میاریم. برو بریم ببینیم خزوخیل ها چه برایمون پختن. یا نه شرق نقب، فقط رزوان بیوتی. کلی نه شرق نقب، فقط رزوان بیوتی. چیه این رفتی شبیه با تو؟ چرا گونهات از ممه های من بزرگتره؟ شبیه زامبی شدین. به حضرت عباس همتون شبیه همین. چرا میری لبا رو تو نگاه کن، مثل لب جوب میمونه. خانم ببخشید پرتقال سبز ازم میخری؟ کیلو 5 کیلوه. کی پرتقالا رو میخره جان؟ کیلو 5 کیلو. تو میدونی من کی هستم؟ تو کی هستی؟ پرتقال سبز کیلو 5 کیلو یعنی چی؟ تو چرا تو خونه دمپایی کفش پوشیدی؟ من I'm وایف رونالدو. رونالدو اگه بدون تو راجبش صحبت کردی از دنیا لفت گروپ، با خودت 100% گروپ. 2 تا ویدیو همش دیدیم، یکی بادکنک بود، یکی این کسخله داره آجی پرتقال سبز میفروشه. حالم به هم میخوره وقتی تو پورشم نشستم و آیفون 14 پرو مکس یه ترام میفته لای این صندلیای چرم گودزیلا و به خاطر اپل واچ سری 845 م نمیتونم گوشیمو بردارم. کاری با چوسی اومدنش نداریم، همه چی داره خدا بیشترش کنه، ما که بخیل نیستیم. دغدغت اینه آیفون 14 پرو مکس افتاده بغل این بیناموس، بخوای برداری اپل واچ من خفن ترین ماشینی که نشستم سمند درا بوده. دغدغه‌هامون چرا فرق میکنه انقدر؟ چقدر دارم توف میکنم. من هدفون خریدم 5 سال پیش آجی دورشون چند طرف تو نگرده آیفونت افتاده بغل. آجی نمیتونم اینجوری ادامه بدم. نگو تلویزیون، بگو تخته شگفت انگیز نمایش دهنده تصاویر متحرک صدا. یه دقیقه، من یه روزی تو همون تخته نمایش دهنده تصاویر متحرک صدا من اینو به تو نشون میدم. یه روزی همینو از پهنامم به تو از مستقیم نزدیک به تو نشون میدم که یه اسمم واسه این بذاری. آخه پوفیوس تو خودت 3 دفعه اون رو از رو موبایلت خوندی تا بخوای اسمشو بگی. تخته شگفت انگیز متحرک. من نمیفهمم واسه ویدیو گرفتن چرا باید اصلا همچین چیزایی بسازین؟ تخته تصاویر متحرک شگفت انگیز صدا داره ورژن 2025 دیگه چیه؟ بابا بشین تو خونه، تو باید الان درس تو بخونی. حاجی وضعشون خیلی خرابه اینا. رمز موفقیت میدونی چیه؟ رمز موفقیت میدونی چیه؟ شما که تا اینجا ویدیو دیدی یه قلب قرمز برای داداش کامنت بذاری که ما این خزوخیلا رو جمع کنیم، وگرنه عمو جانی میاد دهن هممون رو سرویس میکنه. بده دهن در قبل. بیشتر رو هدفت کار کن، کمتر راجبش حرف بزن. من گو بخورم راجع به شما بخوام نظر بدم، شما کچلی و دراز. ولی اگه بخوام چیزی بگم برادر عزیزم که شبیه عمو جانی هم یه مقدار هستی، نباید اینطوری با مخاطبت صحبت کنی. میدونی چرا؟ چون چیزی اون تو گیر کرده که 2 تا روغن زیتون باید بخوری تا خروج پیدا کنه. ولی خب حرفاش قشنگه. doing more say less. Doing more saying بده less. شیش. حاجی پشمام چقدر طبیعی بود، باورم شد. بابا چه زجر میکشه دست بچه. نمیدونم بابا، هندونه رو میزنید تو بابا همونجوری نشسته 40 دقیقه. بچه با انقدر هندونه میاد بابا اینجوری میکنه. بابا هندون چی کار دارید میکنید ناموسن شما؟ هندونه یادگار بابا بزرگ بود. دیدی یادگار بابا بزرگ بود، پرت کرد زمین. آجی چه غلطی. ببین رفیق، شیرم و حلالت نمی کنم. اگه بری دعوا و منو خبر نکن. یه دقیقه ناموسن. 2 تا چیزو من حذف کنم. شیر رو که حلال کن لطفا، اصلا بده بره. اون چی؟ ما اگر خودمون بریم دعوا، خودمون یعنی ما خودمون مثلا با بچه خودمون بریم دعوا، فوقش کتک بخوریم. ولی اگه با تو بریم 100% نارو میکنیم. اینا همونایی هن که تا دعوا بشه کیونو برمیدارن فرار میکنن. آخه تو به دعوا میخوری؟
تو دماغتو عمل کردی، خون از همه سوراخات داره میزنه بیرون، تو دعوا میکنی؟ سلام داداش، بهش شبه تطلو رو بهش کسی حمایت نخواسته به سازه بهش، پس نتیجه چی میشه؟ بهش تو بگو بهش کدوم من اصلا تو این زمین بهش کجا بود، ما چه بیخیال و ساده بودیم به هم هرچی گفتن که پشمام آجی، انقدر خوب خوندی داداش گل، برق ما رفت، هم برقمون هم برق خودمون. خب بذاریم سمی که خون چیه؟ بودیم به همون هرچی گفتن که اشتباه بود. پشمام آجی چه حسی هم میگیره، اشتباه بود. من دیگه نمیتونم، قطعش کن بره، من دیگه واقعا نمیتونم، من اینطوری ادامه بدم تا سر صبح میرینم. آیا هنوزم برای اینکه تشنگیت برطرف بشه از ته لیوان استفاده میکنی؟ خب این کار کاملا غلطه. برای اینکه بتونی مقدار بیشتری آب بخوری باید از قسمت داخلی لیوان استفاده کنی. این ویدیو رو بفرست برای اون دوستت که همیشه تشنه است. ما اگه بخوام طبق قانون شما پیش بریم، این مسواکه، اینو اگه شما واکنه به درنانه خود میکنی. یعنی چی رنگ آبو برعکس بکنی تو؟ نه یعنی چی که آبو برعکس بخوری؟ مگه کسی آبو تو برعکس کمون لیوان میخوره؟ این مگه آب نیست؟ این پارچه آب نیست مگه این؟ آخه اصلا چی داری میگی؟ ناموسن پیج و چنل رو ساب کنید، لایک کنید، ویدیو رو بریم بالا، دست به دست هم بدیم بریم پیج اینا رو ببندیم. به قرآن آجی چی هن اینا ویدیو میسازن میان اینجا تو این اینستاگرام؟ نیا تو اکسپلورم، تو اکسپلور من نیا. امشب اومدیم روش بستنی خوردن آموزش بدیم. بیا یکی آب خوردن تو لیوان رو یادمون میده، یکی پرتقال میفروشه 5 تومن کیلو چند تومن، یکی بستنی خوردن یادمون میدی. من لهجه اصفهانی گرفتم، با چادر اومدی به ما یاد بدی بستنی بخودش بستنی میخوری دیگه. این مسواکه، یه بستنی از جا در میاری گاز میزنی میخوری، آموزش دادن نداره. بذاریم چیا، شاید واقعا داره آموزش مفیدی میده. سرش رو تو یک چشم هم زدن غیب شد، سری دیگه وجود نداره. الان بستنی عروسکی کچل شده آجی، بستنی عروسکی رو کچل کردم. نوش جونت قربونت برم، برو بعدی من دیگه اینطوری اصلا نمیتونم. این شکلات پسته‌ای، بریم پستش کنیم. وسطش پر از مغز پسته است و واقعا خوشمزه است. من سوالی برادر من پیش اومد، لباست چرا با شکلات سته؟ مگه شکلات پسته‌ای باید طعم مثلا موز بده؟ طعم پسته میده دیگه. من ناموسن تا الان اصلا فکر نمی‌کردم وسط شکلات پسته‌ای پسته باشه، اصلا فکر می‌کردم تمشکی بادوم زمینی چیزی باشه. بعد تو که رنگ لباست با جل شکلات سته، مغزت با پسته سته؟ به منظورم که مغز داری؟ نه بخش منظورم که تو ویدیو میاد بچه ها مسواکه میخوایم با هم تستش کنیم، بازش میکنی خب مثلا سر داره بعد اینو مثلا میکنی درن مسواک میزنیم، بچه ها مسواکه خیلی خوشمزه است. بابا جمع کنیم بازی ها رو. میشه اینو واسه من حساب کنید؟ جناب اینا مردونه نیست زنونه است. میدونم مردونه نیستش زنونه است، ولی من واسه پسرمون میخوام که اونم یه کادو بده خب به یکی. What the fuck؟ حضرت عباس اولین بار فارسی نمیفهمم. میگه که خانم این آقا این لباس زنونه نی مردونه است. خب این اوکی. میگه که من میخرم که بدم به پسر عموم که اونم به یکی کادو بده. خب اون میخواد کادو بده، به تو چه ربطی داره؟ کادو میخواد بده تو، بعد اصلا به کی میخواد؟ واسه چی داری این کارو؟ دلم چشم افتاد و یعنی من اصلا به حرف شما گوش میکردم ولی من به حضرت عباس نمیفهم چی داره میگه من اشتباه منه که دارم از اینجا رد میشم، به حرف شما گوش میکردم ولی خب من نمیفهمم تو داری چی میگی. خیلی نمک نشناسید، به جای که مهمون نوازی، به جای که یه کاری کنید که آدم بگیره ببره کمک کنه به اینو، خودت هم بعدا میفهمی چرا کمک نکردی الان به من. داداش چرا یارو داری نمک نشناس میکنی؟ میگه داداش لباس زنونه نیست مردونه است، داری
میخواد این به یکی دیگه چرا نمک نشناس شد؟ سناریو نویس اینا رو من پیدا کنم یه لب ازش میگیرم. تا توت، این توته، این توته، این توته، این توته، اینم توته. نه دیگه اینم توته. آها راجع به توت خوراکی دارن صحبت میکنن. من لازم بگم آجی داری به اون فوش میدی، وگرنه که این اصلا پایه است، این ربطی نداره، کاری به اینم نداریم. ولی بعد داری صحبت میکنی این توته، این توته، این توته، اینم توته. میدونی یه خورده یه جوری بود مثلا من یه از انگار مثلا یه چیزی تون بود، یعنی یه چیزی شد نمیذار بده بعدی. سلام خوبی؟ میشه وقتتون رو بگیرم؟ شما من میشناسی؟ میخوایی یه سرچ کنی ببینی منو داری فالو داری یا نه؟ اگه فالو داشته باشی بدون سکه طلا میدم. واقعا؟ جمع سن این 3 نفر رو هم اندازه پسرخاله منم نمیشه. سکه طلا منو میشناسی سکه طلا بگیری؟ خب بزنم چی داره میگه؟ نه نداری؟ منو فالو داری؟ نه خب کسخل فالو کن بگو فالو دارم دیگه. گوشیو گرفتی دست اون که نمیدونه تو فالو نداری، همونجا دکمه فالو رو بزن فالو داری. نه خب اسکو فالو داشته که طلا تو بگیر. دروغه ولی است که طلا تو بگیر حتی به دروغ. تو 2 جنسه ای؟ نه داداش تو 3 جنسی. من 3 جنسم. جی پشمام جی پشمام خودش هم قبول داره 3 جنس. خاله یعنی چی 3 جنسه ای؟ جنس اولم مردانگیم، جنس دومم با غیرتیم، سومین جنس مردانگیمو تو بگو. انقدر مردونگی داری که خودت گفتی کاری با اون نداری. جنس دومت غیرتته که من همونو عاشق غیرتتم. جنس سومتو نمیتونم بگم، مثلا میدونید میخوام برای توضیح بدم یه خورده به مشکل میخورم. ولی جنس سومت خوبه ولی عجیبی، انقدر عجیبی که من تصویریمو در میارم از همه جا قطع میکنم از همه جا و من دیگه ویدیو رو ادامه نمیدم برادر من. تا وقتی تو 3 جنسه، تو 30 جنسه، تو بستنی یاد بده بخور، تویی که پارچو تو لیوان آب میریزی برعکس میخوری، تویی که نمیدونی داری کیلو چند پرتقال سبز میفروشی هستین، من حالم بده. واقعا مغزم تا 5 سال دیگه نیمسوز میشه. و آدما انسانم، تو چرا انسان نیستی؟ ناموسم تا اینجا دیدی من زنم گو لایک و بکوب کامنت هر چی دوست داری در واسه این داداش 2-3 تا جنسمون بذار من ببینم ناموسن چی فکر میکنه راجع به جنس سومش. همین الان یه ساب این پایین بزن، یه لایک این پایین بکن، تعداد بره بالا، بیافتیم به قرآن اینا رو پیجشون رو ببندیم از اینستاگرام شوتشون کنیم بیرون. من دیگه مغزم نمیکشه. تا ویدیوی بعدی لایک و کامنت و ساب یادتون نره. خداحافظی، بلد نیستم.